هر چیزی که امروز میشناسیم روزی یک ایده در ذهنی خلاق بوده است. از ابزارهای ابتدایی تا پیشرفت‌های بزرگ با ما همراه باشید تا بفهمیم چگونه این ایده‌ها زاده شدند، چگونه شکل گرفتند و چگونه به زندگی ما رنگ و معنا بخشیدند. اینجا یک ماجراجویی در دنیای خلاقیت است. شما با سابسکرایب، لایک و نظر می توانید بخشی از این مسیر هیجان انگیز باشید. فلزات عصر باستان چه نوع فلزاتی بودند و چگونه کشف شده‌اند و انسان‌های آن زمان از آنها ابزارالات مورد نیاز خود را می ساختند. مس یکی از اولین فلزاتی است که توسط انسان کشف شد و قدمت استفاده از آن به حدود 10,000 سال پیش باز می‌گردد. کشف مس احتمالاً به صورت تصادفی رخ داده است. زمانی که سنگ‌های معدنی مس در نزدیکی آتش قرار گرفتند و فلز مس از آنها جدا شد. این فلز به دلیل چکش‌خوری و شکل‌پذیری آسان به سرعت برای ساخت ابزارها و زیورآلات مورد استفاده قرار گرفت. فلز برنز که آلیاژی از مس و قل است در حدود 2500 سال پیش از میلاد کشف شد. این کشف به طور تصادفی و با ترکیب مس با قل در فرایند ذوب رخ داده است. کشف برنز باعث آغاز عصر برنز شد که تأثیر بزرگی بر تمدن‌های باستانی داشت و به تولید ابزارها و سلاح‌های پیشرفته‌تر کمک کرد. و اما آهن هم یکی از قدیمی‌ترین فلزاتی است که بشر از آن استفاده کرده است. اولین شواهد استفاده از آهن به حدود 5000 سال پیش از میلاد برمیگردد، زمانی که مردم بین النهرین آهن را از شهاب سنگ‌ها استخراج می‌کردند. در حدود 2000 سال پیش از میلاد فرایند استخراج سنگ آهن و ذوب آن در کوره‌ها آغاز شد که این روش به تدریج در تمدن‌های مختلف مانند مصر و چین گسترش یافت. عصر آهن به طور رسمی در حدود 1200 تا 1300 سال پیش از میلاد آغاز شد، زمانی که تولید آهن به صورت گسترده‌تری انجام شد و جایگزین برنز در ساخت ابزارها و سلاح‌ها شد. این فقط آغاز سفر ماست. منتظر بمانید تا در بخش‌های بعدی پرده‌های بیشتری از داستان‌های شگفت‌انگیز بی‌نهایت ایده و اختراعات را برداریم. با حمایت شما از طریق لایک، کامنت و سابسکرایب می توانیم این مسیر پر از ایده و نوآوری را با هم ادامه دهیم.